این هفته خبر تو خبر داره براتون از دست و پا زدن آخوندا برای حفظ نظام پا به گورشون و رئیسی هراسونی که برای حفظ این جنازه بوگندو به جنازه امامش آویزون شده. این جمله‌ای که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نقل میشه که حفظ نظام از اوجب واجباته، ظاهراً از نداره. حفظ نظام اوجب واجباته. بله دیگه، آخوند بی سوادی که 40 ساله خودش و فک و فامیلاش دارن تو پول غلط میزنن، معلومه که حفظ نظام براش از اوجب واجباته. این آخوند پهنیان هم فکر کرده با این خالی بندی ها میتونه عبای پاره پوره عظما رو رفو کنه. هیچ رهبری امروز غیر از رهبر ما نیست که میلیون‌ها نفر در کشورهای همسایه فدایی او باشند. این بزرگترین اقتداری است که هیچ کشوری در جهان نداره. این شما و این هم یه چشمه از رابطه مردم کشورهای همسایه با عظما و سگ و سیله هاش. حالا این وسط بسیجی ها موندن که هواداری میلیونی عظما رو باور کنن یا این حرفای خرچنگ ولایت رو که از ضدیت با ولایت فقیه میناله. اونایی که در برابر ولایت فقیه می ایستن به معنای دقیق کلمه ضد ولایت فقیه هستند و مرگ بر ضد ولایت فقیه یعنی مرگ بر اینها. خلاصه از هر طرف که به چرخن یه ضربه‌ای به سمت فک عظما روونه میشه. Oh! The cartwheel kick and he's took out the ref. Luckily, our referee is a very, very tough We guy. might get a switch of the referee here because he's still on the deck. And There's Rolling the cartwheel. thunder Oh, as he straight steps to the head. between. Oh my goodness. the most definitive shots of the fight so far. حالا بشنوید از زبون این جوجه آخوند ولایت مدار که تو جمعه بازار ولایت اینطوری سر بسیجی ها رو شیره میماله. کم نبودن انقلاب‌هایی در دنیا مثل انقلاب روسیه و انقلاب فرانسه و امثال اینها. مردم میدونستن چی نمیخوان اما نمیدونستن چی میخوان. نتیجه این شد که در زمان کوتاهی دیکتاتوری برگشت، وضعشون وضع دیگری شد، نتیجه انقلابشون دگرگون شد. اما در جمهوری اسلامی ایران و در انقلاب اسلامی ما با هدایت امام راحل مؤسس در 12 فروردین مردم اعلام کردند که چی رو میخوان. این هم اعلامیه مردم ایران که بارها و بارها توی این سالها فریاد شده و صدا و تصویرش هم به ثبت رسیده. این رئیسی مشنگ 6 کلاسی نمیدونه دانش بنیان را چطوری مینویسن، بعد هی روزه دانش بنیان میخونه. ما امروز رفتیم کارهای دانش بنیان رو دیدیم در پارک علم و فناوری، کارهای بسیار ارزشمندی. اما این شما و این هم یکی از محصولات شرکت‌های بنیان دانش.
هم یه نمونه دیگه از محصولات همین شرکت‌های دانش بنیان. سلام، کفش گرفتم نو تو کارتون، عین پاک کن کنده میشه. حالا ببینید شما، ببینید لبشو، این لب کفش به راحتی، ببینید به راحتی کنده میشه. واقعا یعنی تو ایران یک کفش نمیتونن درست کنن. عجب. 14 فروردین 1401. وضعیت طوری شده که صدای اعضای استبل ولایت هم در اومده. اصلا مردم میخندن، هر جای دنیا بری بهمون میخندن. موتور اینو برمی‌داری میذاری رو اون، اتاق اینو برمی‌داری میذاری رو این، ته اینو قطع میکنیمش نمیدونم وانت. این چه مسخره بازیه سر، این چه اسمش صنعت نیست که این. درسته که آخوندا عرضه تولید هیچ محصولی رو ندارن، اما در زمینه جعلیات و تولید شارلاتان رکورد زدن. ما می اومدیم به اسم افراد اثرگذاری تو توییتر بودن و همشون هم ضد انقلاب بودن و منافع داشتن، فعالیت میکردن، اکانت درست میکردیم. حالا با یه آیه، یه نقطه، یه چیزی بالاخره عین شبیه به اون اکانت میشد. عکس همون بود، اسم همون بود. بعدم با یه آیه یه چیز فیکی، حالا شاید اینم حاشیه بشه. خب درست میکردیم، بعد شروع میکردیم فعالیت کردن. یه عملیات روانی بود که آتش به اختیار داشت انجام میشد. البته این توی نظام ولایت پدیده جدیدی نیست. علاوه بر جعل اکانت، نویسنده و مقاله هم جعل میکنن. مقالات رو من خودم می نوشتم با اسمای مختلف. حالا اون آدما کیا بودن؟ بسیار رفقای شهیدمون بودن که توی مثلا جبهه شهید شده بودن، ولی چون آدم نداشتیم مطلب می نوشتم با یه اسم، دوباره مطلب مقاله دیگه می نوشتیم با یه اسم دیگه، اسم شهدا منتشر می‌کرد. بله به اسم اینا. بعد روزنامه‌ها برمیشن جواب میدادن، مثلا فلان آدم مثلا اینجوری، و بعد یه آدم هزاریه اومد داره یکی از این شهدا که مثلا به دادگاه باید مراجعه بکنه بابت مثلا فلان مطلب. یعنی اینا رو که ما رو نمی‌کنیم. یعنی این رژیمی که ولی فقیهش جعلی باشه دیگه تکلیف بقیه مهراش روشنه. اینا همشون بحران هویت پیدا کردن، مثل این که معلوم نیست بوزه، اسب، چیه. این هم یه آخوند مشنگ که روند قضایا بدجوری هراسونش کرده و به این روزه ها متوسل شده. آمریکا از برجام خارج شد، اوکراین از ما حمایت کرد. حمایت نکرد که نکرد، همیشه خباثت کرد. یعنی پای خباثت همیشه اوکراین بود. هر وقت یک مشکلی اتفاق میفته تو سازمان ملل همیشه رأی به ضد ما داده. مگر اون موقعی که ما از یمن حمایت کردیم اوکراین از یمن حمایت کرد؟ مگر اوکراین از این همه مظلوم و مستضعفی که بهشون حمله شد حمایت کرد؟ کجا اوکراین در طول این 30 سال یک بار موضع درست گرفته به نفع مستضعفین و مظلومین یا به نفع جمهوری اسلامی؟ بله اینطور که پیداست روند تحولات فک عظما رو بدجوری کش آورده و مجبور سینه‌خیز بره. این گزارشگر مشنگ تیویدی شب رفته از حضوری شدن کلاس‌های درس گزارش تهیه کنه، اما اینطوری میخوره توی پوزش. همه رو نشون بدیم. سلام بچه‌ها، خدا قوت. این دوستانم دارن کلاس درس باورجاست، این کلاس هم هستش. خانم معلم خدا قوت. سلام، سال نو مبارک باشه. اینایی که میزا خالیه نیومدن امروز، یعنی آقا بیان سریع. شما که اومدین راضیید که؟ بچه‌ها خلاصه بعد از کلی مدت اومدن معلمشون رو ببینن. بله ممنونم، ان شاءالله که بیشتر بشه، غایبم نداشته باشیم و حضور به موقع داشته باشیم. اونایی که غایبن بیان زودتر، بچه‌ها ببین اومدن رفقاتونا سری بیان سر کلاس. این هم یه نمونه از واکنش ها نسبت به حضوری کردن مدارس و نقشه آخوندا برای گرفتار کردن مردم. ببین هم من میدونم هم شما میدونین که
آنچنان پروتکل و برنامه‌ای واسه شروع حضوری مدارس ندارین. یعنی نه فاصله اجتماعی میدونیم رعایت میشه، نه واکسیناسیون بچه‌ها درست حسابی انجام شده، نه اصلا میدونین که بعد از عید ما پیک خواهیم داشت نخواهیم داشت. یعنی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. ما هم دوست داریم بچه‌ها حضوری برن مدرسه، ولی وقتی حساب شده کار شده باشه. خب هیچ توضیحی هم که به مردم داده نمیشه. شما مثلا میگو آقا یکی بیا بشون اونجا، بگو به این دلیل به این علت این کارو می‌خوایم بکنیم، مدرسه ها رو حضوری می‌کنیم، ولی هیچ توضیحی نمیدید، فقط میگید حضوری. این جالب نیست. یکی از دلایل حضوری کردن مدارس تلاش آخوندا برای کنترل و سرکوب بچه‌هاست، چون از عواقبش به شدت میترسن. تو نگارش فارسی پسرم یه متنی گذاشتن اگه بخوای مدرسه خود رو به دیگران معرفی کنی آن را با چه پرچمی نشان میدهی. برام خیلی جالبه. اومدم بچه 8 ساله پرچم شیر و خورشید رو کشیده. جنگل آتیش میزنید، با جوونا میخواید چیکار کنید؟ مشنگستان این هفته رو با حرفای این عضو مشنگ شورای شهر آخوندا تموم میکنیم که برای خدا آرزوی رستگاری میکنه. مسئولان فضاهای مجازی و پایگاه‌های خبری را از سوی مسئولین فرهنگ و ارشاد اسلامی را استدعا داریم. خدایا چنان که سرانجام کار که ما خوشنود باشیم و درست. در پایان توجه شما رو به یه همنوازی جلب می‌کنیم که هم شنیدنیه، هم دیدنی و هم خاطره انگیز.